سومین وبینار تفکرخانه، وقتی عقل کافی نیست، دعوت به معقولیت. دوشنبه 29 اردیبهشت 1404. مهمان دکتر حسین بیات. میزبان سمانه یاسری. برگزار کننده تفکرخانه. سلام و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به سومین وبینار تفکرخانه با موضوع عقلانیت و معقولیت. خب من میخوام با یک مثالی شروع کنم. فرض کنید رفتید تعطیلات و دنبال توت فرنگی وحشی میگردید. نمیدونین بهترین زمین کجاست، فقط میدونین بعضی جاها میشه یه سبد پر کرد و بعضی جاها نه. ولی تا کی باید بگردین و کی باید دست از جستجو کردن بردارین و شروع به چیدن کنید؟ اگه همون اول شروع به چیدن کنین، شاید فرصت‌های بهتر رو از دست بدین. اگر زیاد بگردین، ممکنه شب بشه و چیزی جمع نکرده باشین. این مثالیه که ما ممکنه روزانه خیلی درگیرش باشیم برای تصمیم گیری هامون. موضوعی که امشب می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. وقتی عقل کافی نیست، دعوت به معقولیت. من سمانه یاسری هستم، تحصیلگر تفکر نقادانه و امشب این افتخار رو دارم که با آقای دکتر حسین بیات درباره این موضوع با هم گفتگو داشته باشیم. آقای دکتر بیات مدیر مؤسسه خانه آشنا هستند و همینطور در مقطع دکترا در رشته فلسفه علم تحصیل کردن و در زمینه‌های منطق، فلسفه، تفکر نقادانه و فلسفه برای کودکان تحصیلگر و مدرسن. خب آقای دکتر خیلی خوش آمدین. ممنون که این دعوت رو پذیرفتین. لطفاً از خودتون بگین و یک تعریفی از معقولیت و عقلانیت برامون بگین. عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. ممنونم از سمانه عزیز، زحمت کشیدن این جلسه رو هماهنگ کردن، تدارک دیدن. همچنین ممنون هستم از تک تک سرورانی که وقت گذاشتن و این موقع در این جلسه مجازی دور هم جمع شدن و امیدوارم که بتونم در این فرصتی که به دست من دادن بتونم استفاده کنم و درباره این موضوع خیلی مهم با دوستان صحبت کنم و این صحبت ها مفید بود باشه و بعد از پایان این جلسه دوستان احساس نکنن که یک کار غیر عقلی و نامعقولی رو انجام دادن و احساس کنن که عاقلانه بوده این در واقع تصمیمشون. خیلی ممنونم از معرفی شما. درباره این موضوع هم مثال خیلی خوبی زدید. من فکر میکنم که یکی از تفاوت‌های بسیار مهمه در خیلی از گفتگوها، در خیلی از گفتمان‌ها، گفتمان منظورم دیسکورس‌های مختلف مثل فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، در علوم سیاسی، در زندگی روزمره، در تفکر نقادانه، جاهای مختلف این بحث به نظرم به درد می‌خوره. تفاوتی که بین عقلانیت و معقولیت هست. من سعی میکنم ایده خودم رو خیلی سریع بگم و دوست دارم بقیه رو در گفتگو پیش ببرم. یعنی خودت میدونی که من خیلی به بحث گفتگو اعتقاد دارم و مایلم که جلسات و کارگاه‌های خودم هم به صورت گفتگو پیش بره و من متکلم بهتر نباشم، چون معتقدم بهترین شیوه یادگیری و اندیشه در این حالت گفتگو. بنابراین من فقط ایده خودم رو میگم، خیلی از نکات رو، مباحث تاریخی رو، تفاوت‌های عمیق‌تر رو، اینها رو میذارم که بر اساس پرسش‌هایی که دوستان میپرسند در واقع جلو بگیرم. فکر می‌کنم سمانه جان که شما میکروفونتون رو خاموش بکنید، ببندید، اینطوری صدا هم بهتر خواهد. بسیار خب. من یه اسلایدی هم آماده کرده بودم ولی فکر کنم دیگه تا بخوایم تلاش کنیم اینا رو بیاریم، چون چیز خاصی هم نداره. من دیگه فقط هرچه که احیانا سوال اینا بود، من الان چون سفر رو کامل ندارم، سمانی عزیز لطف میکنه و میکروفون روشن میکنه و به من تذکر میده و من در واقع الان شاید مونیتور رو گاهی نبینم. ببینید دوستان، عقلانیت و معقولیت خیلی از مواقع به جای هم به کار برده میشه. یعنی خودش و مشتقاتش، حالا و چه در زبان فارسی چه در زبان انگلیسی که حالا برابر نهادش هم خواهم گفت، ما ممکنه بگیم که این حرف شما عقلانی است یا بگیم معقول است، یا بگیم عقلانی نیست معقول نیست. این کار شما عقلانی است یا معقول است یا معقول نیست.
در زبان انگلیسی هم که ابتدا این بحث بقیده من آنجا مطرح شد و ما به تبع اون متوجه این تفاوت در زبان خودمون هم شدیم. در زبان انگلیسی هم rationality و reasonableness اصطلاحاً interchangeable هستند در گفتمان‌های خیلی نه چندان دقیق و عمومی. یعنی ما خیلی جاها میتونیم بگیم که این مثلا جمله یا این نظریه رشنال هست یا بگیم reasonable هست. این کار، این رفتار رشنال هست یعنی عقلانی است یا بگیم reasonable. اما در پاره از این حوزه ها که نام بردم از جمله در فلسفه علوم سیاسی و همچنین در فلسفه حقوق و اخلاق ما گاهی اوقات ناگزیر میشیم که بین اینها تفاوت قائل بشیم. همیشه هم اینطوریه، یعنی لازم نیست ما همه جا به یک اندازه دقیق باشیم. ما اساساً زبان رو به کار میگیریم تا با هم در ارتباط باشیم، تا بتونیم منظور خودمون رو برسونیم و متناسب با اون گفتمانی که داریم، فضا و زمینه‌ای که داریم، این دقت رو بالا پایین میکنیم دیگه. یعنی مثل بقیه ابزارهای دیگه که ما فراخور اون شرایط این ابزار رو دقیق‌تر میکنیم، قوی‌تر میکنیم، ضعیف‌تر میکنیم، تغییر میدیم. در مورد زبان هم دقیقاً همین صدق میکنیم. پس لازم نیست ما دچار وسواس بشیم و اینها رو بخوایم همه جا از هم جدا کنیم، ولی حتی مقدور تا جایی که ممکنه ما باید دست کم متوجه تفاوت اینها باشیم در بحث‌هایی که خیلی دقیق هستن. بخوام خیلی خلاصه بگم و بعد کمی توضیح بدم و بعد بریم سراغ پرسش‌های شما و یکم دوباره بازترش بکنیم. ببینید در زبان انگلیسی ما بعضی از ترکیبات هست که اینها رو با رشنالیتی میسازیم. مثلا میگیم rational deduction، یعنی قیاس عقلانی. هیچ وقت نمیگیم reasonable deduction، یعنی اگر بخوام ترجمه بکنیم هیچ وقت ما نمیگیم یک استدلال قیاسی معقول. خب میگیم استدلال قیاسی عقلانی و یا منطقی، لاجیکال. اینجا رشنالیتی با لاجیکالیتی به یک معنا هست دیگه. خب برعکس گاهی اوقات هم ما ترکیباتی رو در زبان انگلیسی داریم که مصر هستیم که اینها رو با صفت reasonable در واقع بسازیم و نه رشنال. مثلا ما هیچ وقت نمیگیم rational compromise، یعنی مصالحه عقلانی، میگیم reasonable compromise. یا هیچ وقت نمیگیم beyond rational doubt، فراسوی شک عقلانی، میگیم beyond reasonable doubt، فراسوی شک معقول. خب آیا این فقط صرفاً یک عادت زبانیه مثلا، یا اینکه پشت این یک منطقی میتونه باشه؟ خب کسانی که سعی کردن در واقع برای حل یک سری اختلافات یا برای تبیین پاره‌ای از پدیده ها از این تمایز استفاده کنن، گفتن که میشه گفت که اینها وجه اشتراک دارن و وجه اختلاف دارن. وجه اشتراکشون اینه که در هر دو یک مطابقت با ریزنی وجود داره، یعنی مطابقت با عقل. یعنی هم امر معقول مطابق با عقل و هم امر عقلانی مطابق با عقل. اما انگار در یکی ملاحظاتی هست که در اون یکی نیست و این تفاوت خیلی جاها به نظر میرسه که میتونه کمک کننده باشه یا حتی گاهی رهایی بخش باشه. خب مثال بزنم. ببینید من وقتی که کلمه عقلانیت رو به کار میبرم انگار مرادم اینه یا باید این باشه که من فقط به رابطه سوری بین گزاره ها توجه دارم و میگم ادعا میکنم وقتی میگم این عقلانیه یعنی میخوام بگم رابطه سوری بین این گزاره ها مطابق عقله. و اینجا مطابق با عقل یعنی مطابق با منطق، یعنی منطقیه، یعنی مطابق با یک دستگاه استنتاجیه. خب در این تعریف عقلانیت وقتی که گفته میشه انگار این عقلانیت یا این عقل که ما میگیم عقلانی است یعنی مطابق با اون عقله، انگار این عقل یک امر فرا انسانیه، یک امر مستقل از انسانه، یه چیزیه که انسان باید وقتی حرف میزنه سخنش رو مطابق با اون بکنه.
خب مثل ریاضیات که اتفاقا به این عقل گاهی اوقات mathematical reason میگن، عقل ریاضیاتی یا divine reason میگن، که انگار شبیه یک مثلا خدا که فراسوی در واقع یا فراتر از انسان هست، فرا انسان هست، اون یک در واقع دستگاهی رو قرار داده، یک دستگاه استنتاجی رو قرار داده، یا در اون عالم مافوق عالم ما انسان ها یک دستگاهی هست و ما وقتی میگیم که باید حرف عقلانی بزنیم یعنی مطابق با اون باشه. فرض کنید من اگر بگم هر الف به است پس و هر ب هم جیمه پس هر الف جیمه، درسته؟ چرا این منطقی میگیم؟ چون که مطابق با اون دستگاه صوری استنتاجی. و اگر من بخوام هر حرف معقولی بزنم باید مطابق با این فرمول یا فرمول‌های شبیه به این باشه. بنابراین اینجا سخن از عقلانیت سخن از منطقی بودنه و منطق هم اینجا یک امری مستقل از انسان و فراتر از سخنان انسانی. یعنی من باید خودم رو مطابق کنم. میدونید دقیقاً شبیه چی؟ شبیه بحث عدالت، خب که در کلام ما هم مطرح بوده، در کلام اسلامی فرقی که بین اشاعره و معتزله بوده چی بوده؟ این بوده که آیا خداوند کار عادلانه میکند یا هر آنچه که خدا بکند عادلانه است، درسته؟ معتزله که میگفتن خداوند کار عادلانه میکند، انگار تصورشون این بود و این هست که عدالت یک امری است پیشین و خداوند باید خودش رو مطابق بکنه با عدالت، یعنی کاری نکنه که عادلانه نباشه. خب اشاعره همین به مزاج در واقع بهشون خوش نمی اومد و میگفتن که نه، خداوند هر کاری بکنه اون کار عادلانه است. چون اگر ما بپذیریم خداوند کار عادلانه میکنه انگار پذیرفتیم که چیزی مهمتر و فراتر از خدا وجود داره و اون اصل عدالت. اینجا هم وقتی ما میگیم عقلانی انگار یک چیزی پیشین قبل از انسان فراتر از انسان وجود داره به نام عقل و انسان عاقل انسانی است که خودش رو منطبق میکنه با این دستگاه استنتاجی و سخنی میگه که عاقل. بنابراین اگر من بگم هر الف به است و هر جیم دال است پس هر الف دال است، شما میگید که این حرفت عقلانی نیست. چرا؟ چون مطابق با اون دستگاه در واقع صوری، دستگاه استنتاجی منطقی نیست. اینجا عقلانی بودن یا نبودن یعنی مطابق با اون عقل فرا انسانی، اون عقل پیش از انسان، درسته؟ خب نه فقط در استنتاج‌های صوری یا اصطلاحاً نحو شناختی یا سینتاکتیکال، بلکه در استدلال‌های سمنتیک هم همین کارو می‌کنیم، یعنی استدلال‌هایی که معنی داره. مثلا من اگر بگم فرض کنید هر کاسبی مالیات میده، رضا کاسبه، خب پس رضا مالیات میده، درسته؟ خب اینجا دقیقاً همون فرمول دیگه، درسته؟ رضا کاسب است، الف ب است، ب جیم است، هر کاسبی مالیات میدهد، پس الف جیم است، پس رضا مالیات میدهد، درسته؟ فقط فرقش اینه که اون سینتاکتیکال بود، کاملا نحوی بود، کاملا فرمال بود. این منتها محتوا داره. درباره رضا حرف میزنیم ما و درباره مالیات دادنش. فرض کنید ما شک داریم که آیا رضا مالیات میده یا نمیده، ولی در این که هر کاسبی مالیات میده و رضا کاسبه شک نداریم. یه نفر به ما برای ما استدلال ارائه میده دیگه، میگه دیگه شک نداره که مگه قبول نداری رضا کاسبه؟ میگیم بله. و بعد میگه قبول نداری هر کاسبی باید مالیات بده؟ میگیم بله. میگه خیلی خب پس رضا مالیات میده دیگه. حالا شاید شما ندیدید تا حالا یا خودش نگفته باشه، ولی اگر اون دو تا رو بپذیری اینم باید بپذیری. در اینجا عقلانی بودن یعنی این که از اون دو گزاره میشود به این گزاره رسید. عقلانی است. چرا؟ چون که اون دستگاه فرا انسانی استنتاجی این رو تایید میکنه، مطابق است با اون دستگاه استنتاجی. خب این تا اینجا شد عقلانیت. اما معقولیت چیه؟ ما خیلی از مواقع احساس میکنیم که این عقلانیت کافی نیست و ولی در عین حال ما احساس میکنیم استنتاج هایی که میکنیم استنتاج های درستی هستند و ولی این کفایت نمیکنه. یعنی انگار ما فراتر از این به چیز دیگه ای احتیاج داریم. خب دوباره یه مثال بزنم مقایسه بکنیم. ببینید همین مثال رو در نظر بگیرید. اگر من بگم هر کاسبی مالیات میده، رضا کاسبه و رضا مالیات میده، درسته؟ حالا شما من دید بدید که خب اصلا چرا کی گفته که هر کاسبی مالیات میده، درسته؟
خب من از این حرفم چند رو میتونم دفاع کنم دیگه، یعنی چند رو میتونم دلیل بیارم برای اینکه هر کاسبی مالیات. یک شیوه اینه که من استقرا کنم، بگم ببین فلانی کاسب مالیات میده، بهمانی کاسب مالیات میده، درسته؟ و نتیجه بگیرم پس هر کاسبی مالیات. این یک استدلال که قیاسی نیست ولی ما این رو میپذیریم، درسته؟ انگار ما یک در واقع شیوهی رو برای استنتاج حکم هر کاسبی مالیات میدهد سراغ داریم که این پذیرشش وابسته به یک امر فراتر از انسان نیست. انسان ها اینو میپذیرند که ما از احکام جزئی به احکام کلی میرسیم، از اینکه این مالیات میده و اون مالیات میده و اون یکی مالیات میده به حکم کلی میرسیم. ممکنه شما بگید که خب آقا فرقی نمیکنه که اینم یه منطق دیگه، اینم منطق استقراست، اون منطق قیاسیه، اینم منطق استقراییه، درسته؟ یعنی ما در هر دو بالاخره این که از جزئی به کلی میشه رسید، ما میتونیم برای این یک منطقی در نظر بگیریم. خب سخن کاملا درستی هم هست، کسانی مثل جان استوارت میل و اینها هم حرفشون همین بود و تلاش کردن یک منطق استقرایی هم درست کنن. همین الان هم این منطق استقرایی وجود داره، اما یه تفاوتی هست و اون اینه که کلیاتش رو ما میتونیم یه منطق و دستگاهی براش درست کنیم، اما انگار وقتی جزئی میشیم، دقیق میشیم، میبینیم که وابستگی تام و تمامی دارد به انسان ها. یعنی چی؟ یعنی من به عنوان مثال درباره همین هر کاسبی مالیات میدهد، اگر من به 5 نفر استناد بکنم و بعد بگم که پس مثلا رضا کاسب مالیات میده، زهرا کاسب مالیات میده، آزاده کاسب مالیات میده، امیر حسین هم کاسب مالیات میده، پس هر کاسبی مالیات میده. خب اینجا مثل استنتاج قیاسی نیست که ما قانع بشیم لزوما. یعنی در استنتاج قیاسی ما نمیتونیم مقاومت بکنیم. یعنی اگر من بگم الف داخل بگم داخل جیمه، دیگه میپذیریم الف داخل جیمه، انگار یک قطعیتی توش هست، یک حتمیتی و یک یقینی توش هست که این قطعیت و اینها از وابسته به انسان نیست، درسته؟ ولی در دومی انگار بستگی داره به اون زمینه. یعنی یه جایی با 3 تا 4 تا نمونه شما قانع میشید، خب ولی در جای دیگه با 3 تا 4 تا نمونه قانع نمیشید، باید 30-40 تا نمونه باشه و در جایی با عرض کنم خدمت شما که بی نهایت نمونه هم باز شما قانع نمیشید. مثال چرا این حرف رو میزنم؟ مثلا الان شما اگر در گفتمان زندگی روزمره 3-4 تا نمونه مثلا بگید آقا همه ماشین های چینی زود خراب میشن و من بگم چرا؟ بگید آقا ببین من ماشین چینی داشتم زود خراب شد، برادرم، رفیقم، اون کسی هم که شما میشناختید. شاید اینجا این قانع کننده باشه در یه گفتگوی روزمره. ولی اگر یه بحث کارشناسی باشه و ایشون یک نموداری به ما ارائه بده و نشون بده که عمر ماشین‌های چینی از ماشین‌های مثلا فرض کنید ایران خودرو بیشتره یا فلان کلاس ماشین‌های چینی عمرش بیشتره، خب اون وقت با 3 تا 4 تا نشون دادن کافی نیست. یا در گفتمان علمی ساینتیفیک، در گفتمان علمی ما با 3-4 تا نمونه هیچ وقت حکم نمیدیم و بسیار نمونه‌های بیشتری نیاز داریم. خب این میشه در واقع گفتمانی که در اون قانع شدن به یک جامعه علمی متفاوت بستگی داره و اونها استاندارد رو تغییر میدن چون اساساً تعریفشون در اون جامعه از حرف علمی و سخن و نظری علمی متفاوته. اما حالا برسیم به ریاضیات. اگر شما در ریاضیات بگید آقا حاصل جمع هر 2 عدد فرد عدد زوج است، خب یا مثال ساده تر بگم حاصل جمع 2 تا عدد زوج، بعد من میگم چرا؟ بگی خب استقرا میکنم دیگه، مثل همون استقرایی که درباره هر کاسبی مالیات میدهد. میگم ببین 2 و 4 زوج جمعش هم میشه 8، اینم زوج. 2 و 8 زوج جمعش میشه 10، اینم زوج. من میگم آقا شما اگر کل عمر خودتو تلف کنی، عمر منم تلف کنی، تا آخر عمرمون شما هر چقدر اعداد زوج با هم جمع کنی و بازم جمعش زوج باشه، این استدلال تو پشیزی ارزش نداره، هیچ ارزش در واقع ریاضیاتی نداره. اینجا استقرا دیگه کار نمیکنه. اگر شما استقرا تجربی ببرید،
اگر شما بی نهایت با استقرار تجربی برای من میاری، من قانع نمیشم. شما باید برای من برهان اقامه کنی، یعنی همون یک در واقع لاجیکال دیداکشن، یک استنتاج قیاسی منطقی برای من ارائه بدی و من قانع بشم. و مثلا بگی که خب هر عدد زوجی به صورت 2K ظاهر میشه، حاصل ضرب تقسیم حاصل ضربی از مضربی از 2 دیگه. خب 2K به علاوه 2K پریم، اگر A و B هر دو زوج باشن، A به علاوه B میشه 2K به علاوه 2K پریم، از 2 فاکتور میگیرم میشه 2 ضرب در K به علاوه K پریم و به جای K به علاوه K پریم میذارم K زگون، پس A به علاوه B شد 2K زگون. خب این دیگه برهان شد. خب دیگه من قطعیت داره برای من، هیچ شکی ندارم، امکان نداره حتی اگر کسی بیاد 2 تا عدد زوج رو جلو چشم من جمع کنه و بشه فرد، من میگم اینجا یه جای کار تو محاسبات تو اشتباه کردی. یعنی به جای اینکه دست از اون حکم قطعی خودم بردارم، دست از اون روی اون مشاهده تشکیک میکنم و میگم اینجا یه جای کار شما اشتباه کردی، چون این عدد مثلا خیلی طولانی بوده، تو محاسبات اشتباه کردی، امکان نداره. درسته؟ خب در ریاضیات من باید استدلال عقلانی به اون معنا ارائه بدم با شیوه قیاسی، ولی در بقیه حوزه ها ما میبینیم که نه، من از اون خیلی استانداردمو پایین میارم چون نیازی نیست. و اتفاقا اصلا اگر من در جاهای دیگه بخوام اونجاها هم استدلال قیاسی منطقی به اون معنای ریاضیاتیش که نهایت این استاندارد ارائه بدم، اونجا میگن که شما کارت نامعقوله. خب یعنی میگن که این اصلا معقول نیست، نمیگن دیگه عقلانی نیست، میگن معقول. چرا نمیگن عقلانی نیست اگه دقیق باشه؟ چون اون رو هیچ دستگاه ماورای انسانی حکم نمیکنه، بلکه انسان ها حکم میکنن. یعنی اینجا انگار خود انسان تعیین کننده است که چه چیزی مطابق با عقل باشه، چه چیزی مطابق با عقل نباشه. و معنای عقل هم ناگهان عوض میشه. دیگه عقل یک دستگاه استنتاجی یا یک منطق فرابشری و پیشین و اینا نیست، بلکه چیه؟ یک کامیونال ریزنه، یک عقل مشترک، یک کامن سنس، یک حس مشترک، یک عقل مشترک انسانیه. اینه که میگه چی؟ یک حکم درسته یا درست نیست. پس بنابراین ما هر چقدر بیایم استقرار رو متدولوژیکش بکنیم، روش شناسی براش ارائه بدیم، این که کجا ما قانع بشیم و در چه عددی بیستیم، در چه، اون دیگه هیچ کس نمیتونه تعیین کنه، هیچ دستگاهی به نحو پیشین نمیتونه تعیین کنه. انسان ها مشخص میکنن که اینجا چی باشه و چی نباشه. نه تنها راجع به این که، چون گفتم اگر شما از من بپرسید چرا هر کاسبی مالیات میدهد، من میگم که خب چون من استقرار میکنم دیگه. من ممکنه دلیل دیگه ای بدم، حالا بگم آقا چون که در فلان قانون آمده که آقا اساسا ما به کسی پروانه کسب نمیدیم مگر اینکه این مالیات بده، یا فلان خبر که آقا اصلا ما بررسی کردیم در روزنامه جای اعلام میشه، ما بررسی کردیم و گفته شده که همه کاسب‌ها مالیات میدن، یا یه مقاله‌ای باشه، بنابراین یک رفرنسی دارن. درسته؟ خب باز هم اینجا این سوال جای خودش باقیه. خب چرا من باید اینها رو به عنوان رفرنس بپذیرم؟ خب چرا من این خبر رو باید بپذیرم؟ پاسخ اینه که چون عقل مشترک حکم میکنه و باز هم مثل استقرا همه جا یک خبر وثاقت نداره، بستگی داره چه خبری باشه، منبعش چی باشه و من در چه گفتمانی دارم حرف میزنم. یه موقع است داریم که با هم صحبت میکنیم، صحبت مثلا گپ و گفت میکنیم، خب اونجا با یک اندک اعتباری کفایت میکنه که من تایید بکنم. یه موقع است داریم حرف دقیق تری میزنیم، مثل همین جلسه‌ای که با هم داریم، خب قصدمون اینه، یعنی گفتمان اینطوری تعریف شده که ما میخوایم یکم دقیق تر سخن بگیم. خب شما حق دارید همه جا از من یک در واقع سند بخواید، منبع بخواید. باز البته اینو داخل پرانتز بگم همه جا باز نه، یعنی عقل عرفی ما چند نفری که اینجا جمع شدیم حکم میکنه که شما همه چیز رو هم از من سند نخواید، چون اصلا دیگه اون وقت من نمیتونم یک جمله هم بگم، چون هر حرفی بزنم شما زود میگید ببخشید منبع این کجاست. خب اون وقت من اصلا فرصت نمیکنم که حرف بزنم. پس بنابراین گفتمان تعیین میکنه. گفتمان رو هم وقتی ما میگیم تعیین میکنه، در واقع آدما تعیین میکنن، ولی گفتمان که چیزی نیست. خب گفتمان حاصل در واقع ارتباط اجتماعی که انسان‌ها می‌سازن و مرجع اینجا خود انسان‌ها هستن و امر پیشین و قبل از انسان نیست. بنابراین ریزنبل کاملا میشود گفت که یک هیومنایزد رشنال ریزن هست، یک عقل انسانی شده است، عقلی است که انسان تعیین میکنه.
و بسته به زمینه تا زمینه فرق میکنه دیگه. در یک کانتکست مثلا یک چیز خیلی معتبره، در چیز دیگر، در کانتکست دیگر یک معیار دیگه. یه پاسخ دیگه برای اینکه هر کاسبی مالیات میدهد میتونه این باشه که آقا چون همه میگن، من یه خیلی مستقیم من فهم عرفی رو مرجع قرار بدم و بگم که آقا همه اینو میگن که آقا هر کاسبی مالیات میدهد. خب باز هم اینجا این که آیا در این استدلال من همه همچین حرفی میزنند آیا میتواند ممنوع باشد یا نه، و این که آیا واقعا همه همچین حرفی میزنن یا نه، باز اینجا من مرجعم چیه؟ انسانه و جامعه انسانیه. ببینید راه گریزی نیست. به هر حال خواستم اینو بگم که یکم اینجا بیشتر توضیح دادم تا بگم که آقا ما استدلال هایی که ارائه میدیم تا یه جایی عقلانیتش کافیه. من بگم آقا هر کاسبی مالیات میدهد، رضا کاسب، همین که از این گزاره ها به این گزاره ها میشود رسید، این میشه عقلانی. اما گاهی اوقات نه، کفایت نمیکنه و من به محض اینکه درباره مقدماتش انقلت بکنم، اصطلاحاً تشکیک بکنم، دیر یا زود به یه جایی میرسم که باید ارجاع بدم به چی؟ فهم مشترک. در بعضی از منابع به جای فهم مشترک میگن شهود، اینتیوشن، ولی به عقیده من حتی اون شهود هم اعتبارش رو در نهایت باید از عقل مشترک بگیره. که اینو فقط میگم رد میشم که برای دوستانی که احیانا این منابع شناخت رو شنیدن و میدونن که یکیش اینتیوشنه، به نظر میرسه که فهم مشترک، عقل مشترک بنیادی تر از اینتیوشنه، چون اینتیوشن ممکن خطا بکنه. در نهایت من برای دفاع از اینتیوشن به یک امر دیگری نیاز دارم، یک امر اینتر سابجکتیو نیاز دارم که اون رو میشود گفت همین کامونال ریزن یا کامون سنس. خب اما این یک شرطه، یعنی یک در واقع تفاوت بین عقلانیت و معقولیت. پس تفاوت عقلانیت و معقولیت آنچنان که من در متون مختلف دیدم، ولی شاید با این صراحتی که بنده اینجا عرض کردم شاید مثلا گفته نشده، ولی وقتی که واکاوی میکنم میبینم که این کسانی که چه مثلا کسانی مثل جان رالز، چه کسانی که در حوزه فلسفه حقوق و اینها کار کردن، وقتی راجع به تفاوت بین اینها صحبت میکنن، دو تا چیز معمولا مد نظرشونه، یا یکی از این دو تا یا هر دو تا اینها. یکیش اینه که در معقولیت انسان تعیین کننده است و صرف یک دستگاه پیشین و فرا انسانی صرفا کفایت نمیکنه، اون فقط برای گذر از گزاره هاست. برای خود این گزاره ها انسان یا جامعه انسانی فهم مشترک، عقل مشترک تعیین کننده است. و دومین تفاوتی هم که دیدم معمولا بیان میشه اینه که در معقولیت انگار ما باید ملاحظه نرم‌های اجتماعی خیلی عمومی اینها رو هم داشته باشیم، یا انصاف مثلا اینها رو داشته باشیم. یعنی ممکنه یک کاری عقلانی باشه از این جهت که مطابق است با یک عقل ابزاری به تعبیر ماکس وبر، اما این از جهت دیگه ما این رو نمیپسندیم، نه فقط به خاطر اینکه اخلاقی نیست، بلکه انگار به خاطر اینکه باز دوباره یک نوع معقولیتی توش نیست. برای اینم یه مثال بزنم و سخنم رو به پایان برسونم و بریم سراغ سوال‌ها. ببینید، فرض کنید که یک نفر دزدی میکنه. خب ما میبینیم که این آدم همه مقدماتش رو فراهم میکنه. قبل از اینکه مثال بزنم اینو بگم که میدونید دوستان، ما بین عقلانیت نظری و عملی هم میتونیم فرق قائل بشیم دیگه، و همچنین معقولیت نظری و عملی، یعنی هر کدوم از اینها به دو نوع فعلی تر تقسیم میشه. در حالت نظری ما میگیم سخنی عقلانی است یا باوری عقلانی است که ما دلایل و شواهد کافی براش داریم، درسته؟ این باور به این عقلانی است. تعریف دیگه میشه گفت ولی اجمالاً همین کفایت میکنه و استدلالی براش سراغ داریم، این برای این باوری که داریم، برای این ادعا یا مدعایی که داریم. اما عملی وقتی که من کاری که انجام میدم بصرفه، یعنی عایداتش کمتر از هزینه هاش نباشه، خب یا به یک تعریف دیگه وسیله در راستای اون هدف باشه، خب اون وقت من میگم که این در واقع کاری که من انجام میدم یه کار عقلانیه. خب من مثالی که میخوام بزنم الان یک مثالی، اون مثال قبلی راجع به باور به کاسب بودن مالیات دادن رضا، یک مثالی بود درباره عقلانیت و معقولیت نظری. حالا میخوام یک مثالی بزنم درباره عقلانیت و معقولیت عمل. خب
فرض کنید همین آقا رضای ما میخواد دزدی کنه و این میره همه جوانب رو در نظر میگیره، ماسک میزنه، چه میدونم دزدگیرا رو خنثی میکنه و موفقیت آمیز این کار رو انجام میده. مقایسه بکنید با کسی که مثلا این تدابیر رو انجام نده. یک واقعی رو بخوام تعریف کنم که در علوم شناختی خیلی در بحث خطاهای شناختی خیلی معروفه، میگن که در اصطلاح فکر کنم در آمریکا یک دزدی سارقی میره سرقت کنه و این خیلی زود شناسایی میشه از طریق دوربین های مداربسته و اینو وقتی میرن سراغش رو دستگیرش میکنن، این متحیر بوده و از پلیس میپرسه شما چطور منو پیدا کردید؟ میگن خیلی از پلیس میگه یکی از راحت ترین عملیات هامون بود، چون شما چند تا دوربین تصویر شما رو برداشتن و ما تونستیم پیدا کنیم. گفت واقعا تونست دوربین ها تصویر منو بگیره بود. بعد میگن که چطور مگه نمیدونستی؟ میگه چرا میدونستم، ولی من یه جایی خوندم که نوشته بود که اگر به صورتم آب لیمو بزنم دیگه این نمیتونه دوربین ها ببینه و من تعجب میکنم که چرا این دوربین ها اینو دیده. خب ببین، و بعد اینو در واقع دانینگ کروکر، دو تا روانشناسی که در واقع بر اساس همین اتفاق میان اون اثر دانینگ کروکر رو مطرح میکنن که میگن رابطه غیر خطی وجود داره بین اعتماد به نفس و دانایی. آدما وقتی یه چیزی میدونن اعتماد به نفسشون میره بالا، بیشتر میدونن اعتماد به نفسشون میره بالا، ولی باز بیشترتر بدونن اعتماد به نفسشون کمتر میشه تا جایی که کمتر و کمتر میشه، چون میفهمن خیلی چیزا رو نمیدونن و بعد اگر ادامه بدن بعد از یه مدتی با شیب خیلی کند کم کم این اعتماد به نفس افزایش پیدا میکنه، ولی حتی در حالت خیلی پیشرفته هم اگر اونو بدونن اعتماد به نفسشون به بعضی هایی که یک دانش خیلی اندکی دارن نمیرسه، یعنی همیشه با یک اعتماد به نفس کمتری از اون قله‌ای که هست سخن میگن. به میگن اثر دانینگ کروکر. و خب اگر شما مقایسه کنید این دزدی این آقا رضای داستان ما رو با اون دزدی اون فردی که در آمریکا دزدی کرده، ما میگیم اون کارش اصلا عقلانی نبوده، چون همه جوانب رو نسنجیده و عایداتش اصلا بیشتر از دستاوردهاش نبوده و فلان. ولی آقا رضا چی؟ آقا رضا ما میگیم عقلانی بود. خب چون همه، یعنی ما تحسینش میکنیم به لحاظ چی؟ به لحاظ خود سرقت، ولی از جهت دیگه ما تقبیحش میکنیم. یکیش اخلاقه، میگیم شما مثلا فرض کنید اگر از یک فرد دیگه سرقت کردی، خب اون رو رفتی شما اموالش رو تصاحب کردی، سرقت در وارد کردن درد و رنج فلانه و خب اینو به لحاظ اخلاقی ردش میکنیم، درسته؟ اما به نظر میرسه که ما علاوه بر وجه اخلاقی از جنبه‌های دیگه هم میتونیم کارش رو رد بکنیم. یکیش حقوقیه، غیر از اخلاق. میتونیم بگیم که شما به هر حال جرم مرتکب شدی دیگه، ولی یک هنجارگذار دیگه ما چیه؟ مصلحت اندیشیه. ما میگیم ببین شما این که خیلی زیرکانه رفتی و این سرقت رو مرتکب شدی، کارت انگار همه چی در راستای اون هدفت بوده، به هدفت رسیدی، عقل ابزاری تو خیلی خوب به کار گرفتی، اما نه تنها کارت اخلاقی و قانونی نبود بلکه معقول هم نبود. خب اینجا انگار یک چیزی فراتر از صرفاً فهم مشترک، یعنی فهم مشترک هم هست، یعنی از اون جهت هم ما میتونیم بگیم که چون اگر از هر آدمی بپرسیم مثلا یا عقل عرفی میگه که این کار درست نبود، ولی انگار گاهی اوقات عقل عرفی ممکنه که اینو رد نکنه. مثلا اگر سرقت از یک شخصی که خودش مثلا سارقه یا مثلا سرقت از یک ساختاری که سارق، مثلا شاید اینجا عقل عرفی بگه که نه کار درست بود، ولی اگر از یک شخص دیگه‌ای که یک آدم عادیه و به خصوص اگر آدم مثلا معمولی و نیازمند و اینا هست، خب ما اون وقت می‌بینیم که میگیم آقا شما حتی به لحاظ عقلایی هم کارت درست نبوده، یعنی غیر از اینکه چرا میگیم ببین به خاطر اینکه اگر تو گیر میافتادی چی میشد؟ خب اگر گیر میافتادی اعتبارت از بین میرفت. این رو ما میتونیم با همون عقل مشترک باز توضیح بدیم، درسته؟ چون عقل مشترک میگه اگر گیر میافتادی اعتبارت از دست میدادی، دردسر میافتادی و فلان، درسته؟
اما حتی اگر گیرم نمیافتادی، این انصاف نیست. انصاف نیست نه فقط به لحاظ چون که یک امر اخلاقیه، بلکه به خاطر اینه که ببین در نهایت این به زیان، این در جامعه‌ای که آدما دزدی میکنن خلاف خیر عمومیه، فراتر از بحث اخلاقه. خب بحث عقلاییه، یعنی عقلا میگن جامعه‌ای که در اون هی دزدی بیشتر بشه این به زیان هم هست. انگار باز سر و کله یک نوع در واقع حساب کتاب به میان میاد، نه فقط به خاطر اخلاق و حقوق، یک نوع حساب کتابه، ولی این حساب و کتاب دیگه حساب و کتاب دوباره مستقل از انسان ها نیست، بلکه انسان ها این حکم رو میکنن. و بنابراین باز هم ما اینجا متوجه میشیم که در واقع ما علاوه بر عقلانیت نیاز به یک ترم دیگه داریم به نام معقولیت که بتونه این چیزها رو هم برای ما توضیح بده. این در واقع دو تا مؤلفه به نظر میرسه که حساب عقلانیت و معقولیت رو از هم جدا میکنه. خب من این صحبتامو عرض کردم در خدمت شما دوستان. ممنونم آقای دکتر، متشکرم که انقدر واضح و دقیق و با مثال برامون توضیح دادین و سوالایی که حالا قرار بود با هم بپردازیم تقریبا پرداخته شد. فقط من یک سوال کوچیکی بپرسم و بعد بریم سراغ سوال دوستان. هر سوالی دارید اگر نمیتونید در واقع دوست دارید بنویسید میتونید یادداشت بکنید یا اگه میخواین بگینم میکروفونتون روشن کنید. فقط قبلش سوالی آقای دکتر، اینطوری که شما توضیح دادید به نظر میرسه که بحث عقلانیت و معقولیت یه جورایی هر دوش اکتسابی هست ولی جنسشون با هم دیگه فرق میکنه، درسته؟ بله، می شود گفت که هر جفتشون اکتسابیه، به این معنا که ما البته راجع به عقلانیت دو تا دیدگاه هست. یک دیدگاه اینه که انگار ما لوح سفید نیستیم و این قواعد عقلانی مثلا کسانی مثل دکارت و اینها انگار یک در واقع معتقد هستن که ما بعضی از این قواعد رو با خودمون میاریم، یعنی فرمت شده به دنیا میاریم، توی ذهن ما این قواعد هست و اینا بنابراین اکتسابی نمیتونه باشه. ولی خب یک دیدگاه دیگه اینه که نه، ما حتی همین قواعد منطقی رو هم به خصوص با عقلانیت فرگشتی اصطلاحاً میگن که ما اینها رو هم در طول تاریخ کم کم یاد گرفتیم، فرا گرفتیم و بعد از تولد ما متوجه شدیم که مثلا هر الف ب است، هر ب جیم است، پس هر الف جیم است. این در واقع کار میکنه، این شکلی کار کسب کردیم. بله، معقولیت هم خب خیلی به طریق اونا مشخص اکتسابیه با این تفاوتی که گفتم. ممنونم، مرسی. میتونیم یه تقسیم بندی هم داشته باشیم آقا دکتر که بگیم عقل که حالا این موضوعی که شما گفتید که حالا به صورت تکامل به ما رسیده و در طول حالا زمان یا خودمون یاد گرفتیم یا از گذشتگان بهمون رسیده، یه بحث عقله و بعد عقلانیت و بعد معقولیت. میتونیم یه همچین تقسیم بندی داشته باشیم؟ بله. ببینید عقل رو گاهی به معنای ریزن در نظر میگیرن، گاهی به معنای اینتלקت. خب یعنی معادل دو تا لفظ میتونه باشه و اینجا من اینها رو جدا نکردم. خب حالا چه تفاوت‌هایی ممکن داشته باشه و بیشتر تاکید من روی ریزن بوده و ریزن رو ما باز دوباره تعابیر مختلف براش هست. انگار چه عقلانیت یعنی رشنالیتی و چه ریزنبلنس جفتش انطباق با ریزنه. خب انطباق با ریزنه و ریزن اینجا چیه؟ در معنای عقلانیت ریزن به معنای دقیق ترش یعنی یک دستگاه استنتاجی پیشین فراانسانی، ولی در معنای دومش که در معقولیت ما میگیم مطابق با اون عقله، انگار یعنی فهم مشترک انسانی. ولی انگار در هر دوتا به هر حال یک منبعی است برای تشخیص درست و نادرست. ولی این منبع فقط به اجمال یکیه، به تفصیل که میرسیم یعنی دقیق‌تر که میخوایم بگیم میبینیم دو تا چیز در واقع اساسه. متشکرم. خب من صحبت رو کوتاه میکنم که بریم بپردازیم به سوالای دوستان. اول از دوستانی که اینجا نوشتن شروع میکنیم. حالا هر کدوم از دوستان که خواستین دستتون رو بالا کنین، این گزینه رو بزنید که بعد میکروفونتون رو روشن کنید. پرسیدن که آقای یا خانم آرامش، استاد آیا رجوع به فهم عرفی و عقل جمعی در معقولیت مانع از زندگی اصیل و زیستن بر طبق عقل و وجدان اخلاقی خود نمیشه؟ اگر معیار فهم مشترک باشه، اونجایی که شخصی علیه هنجاری شورش میکنه با اتکا به چیزی علیه اون هنجار شورش میکنه؟
زنده باد. خیلی یه بحث در واقع اخلاقی در واقع بیشتر سوالشون. خیلی سوال دقیق و درستیه. بله، به خاطر همینم هست که من به اون اولی بسنده نکردم، نگفتم عقل در واقع در معقولیت یعنی مطابقت با فهم مشترک، گفتم یا مطابقت با فهم مشترک یا با یک خیر عمومی، با یک امر در واقع دیگه‌ای که خب اون غیر از فهم مشترک دیگه. ما میتونیم برای اینکه به این سوال جناب آرامش پاسخ دقیق‌تری بدیم و حتی دیدگاه خودمون رو جرح و تعدیل بکنیم، میتونیم بگیم که در واقع اون در واقع ایده هایی که شخص داره و میتونه مثال هایی که ایشون زد باشه، یک چیزی که مثلا بر علیه ساختار هست و هر چیز شبیه به این، یا اون چیزی که در پسا ساختارگرایی تعبیر میشه به عنوان رخدادهایی که فراتر از اون فهم مشترک اینها هستن. اما باز این تا زمانی که نتونه این رو در یک قالب مقبول ارائه بده، انگار هنوز به اون مرتبه نرسیده. یعنی من ممکنه یه چیزی فراتر از فهم مشترک به ذهنم برسه و بعد یک سخنی رو رد کنم یا یک سنتی رو رد کنم، اما این تا اجتماعی نشده، تا من این رو عرضه نکردم و ازش دفاع نکردم و احتمالاً افراد این رو نپذیرفتن، انگار هنوز نمیشود به اون معقولیت گفت. یعنی وجه اجتماعی داره، میتونه از یک مایه‌های فردی شروع بشه، ولی در نهایت باید این عرضه بشه و در واقع دفاع بشه و عده اینو بپذیرن تا این تبدیل بشه به یک امر معقول. یعنی در یه مرحله اینجوری بذارید بگم به تعبیر دیگه، انگار در یه مرحله ما یه چیزی داریم، یه امر پیشا معقوله انگار، خب، و هنوز تو فهم مشترک نیست. مثال بزنم برای اینکه خیلی حرف انتزاعی نزنیم، من اشکال آقای آرامش عزیز رو به خانم آرامش عزیز رو نمیدونم، دوست عزیزمون رو بخوام تقویت کنم. فرض کنید که ما در قرن 17 به سر میبریم و هنوز بردهداری مرسومه. خب همون ماجرای مثلا هاکلبری فیلم رو در نظر بگیریم. خب اونجا وقتی که اون برده فرار میکنه، تا ما اگه به فهم عرفی رجوع بکنیم، خب فهم عرفی میگه که ما باید بریم این رو معرفی بکنیم و جامعه باید این رو بگیرن و این بره بردگی بکنه دیگه. ولی ما می‌بینیم که در واقع در اون داستان اون نوجوان میاد چیکار میکنه؟ میاد با همکاری میکنه. یعنی انگار یک چیزی غیر از فهم عرفی در درون این آدم هست و میگه که این درست نیست، ترسان لرزان باهاش همکاری میکنه که این یه جور در واقع انگار با وجه عاطفی وجود خودش درک میکنه حال اون برده رو و به اون بسنده نمیکنه، به اون فهم عرفی. و در انگار تا در یه مقطعی مبارزه با بردهداری یک جنبه پیشا معقول داره، تا جایی که اونقدر اینا بتونن از این حرفشون دفاع کنن، از این کار خودشون دفاع بکنن و کم کم این تبدیل میشه به یک امر در واقع دوباره فهم عرفی. یعنی راه گشوده است به عبارت دیگه. فهم عرفی خودش از آسمون نیومده، فهم عرفی از طریق تلاش، استدلال که در جامعه رخ داده اضافه شده به اون ذخیره فهم‌های قبلی و حتی ممکنه کم هم بشه، یعنی کم میشه اضافه میشه. یعنی یه چیز ممکنه در یک مقطعی معقول باشه ولی در یک مقطع دیگه معقول نباشه. اینجاست که اتفاقاً ما متوجه میشیم کسانی که استدلال رو یک امر اجتماعی میدونن سخنشون قابل دفاع‌تره از کسانی که استدلال رو یک امر شخصی و ذهنی میدونن. چون میدونید که ما دو تا دیدگاه راجع به استدلال داریم. کسی مثل ارسطو و در منطق کلاسیک ما همینه، ما میگه که استدلال یک امر شخصیه، یعنی من در ذهن خودم میشینم اصطلاحاً کبراتوغا میکنم، مقدمه چینی میکنم و به نتیجه میرسم و بعد اگرم در جامعه میگم و میخوام کسی رو قانع بکنم، این در واقع زبان اینجا فقط این ایده من رو چیکار میکنه؟ علنی میکنه. زبان یک کارکرد ثانوی داره. اگر من میتونستم به قول ابن سینا، اگر من میتونستم بدون لفظ با دیگران ارتباط برقرار کنم، لازم نبود دیگه مثلا این استدلال خودم رو به زبان بیارم. اینجا زبان یک و جامعه به عنوان یک امر ثانویه، انگار استدلال و عقلانیت مستقل از اینا هست. ولی تلقی دیگه‌ای هست که گفته میشه که reasoning as a social processing، یک فرایند اجتماعی. یعنی من یک ایده‌ای رو به ذهنم میرسه، هنوز این عقلانی نیست، معقول در واقع است، من اینو عرضه میکنم، جرح و تعدیل میکنم، مثل میدونید چی؟ خیلی شبیه به قیمت کالا.
قیمت کالا رو کی تعیین میکنه؟ جامعه تعیین میکنه. در یک رفت و برگشت به قول اقتصاددان‌ها به یک تعادل انعکاسی میرسه و قیمت مثلا این لیوان میشه 5000 تومان و اگر من اینو بخوام بفروشم 10000 تومان گران محسوب میشه و اگر بفروشم 1000 تومان ارزان محسوب میشه. چه کسی اینو تعیین کرده؟ جامعه، در واقع خریداران و فروشندگان و مبادله‌گران و تولیدکنندگان. و این دقیقاً ایده ها هم اینطوریه. ممکنه در یه مرحله من اول که اینو میگم مثلا 7000 تومان این هنوز معقول نشد، درسته؟ ولی اونقدر بالا پایین میشه تا میرسه به یه عددی و بعد از اون دیگه معقول میشه. ممنونم، متشکرم از پاسختون. در ادامه ایشون گفتن که به نظر میرسه یک ایستادن گاهی فراتر از خرد جمعی باید وجود داشته باشه که بتوان احکام آن خرد جمعی رو داوری کرد، که فکر می‌کنم با توجه به توضیحی که شما دادید یه جورایی خیلی تایید نمی‌کنید این صحبتشون، درسته؟ و در ادامه گفتن بله ایشون گفتن که به نظر میرسه یک ایستادن گاهی فراتر از خرد جمعی باید وجود داشته باشه که بتوان احکام آن خرد جمعی رو داوری کرد. آیا منظور شما عقل در واقع یعنی یک شخصی، یک عقل؟ من اتفاقا موافقم با ایشون، یعنی سوال قبلی هم همین بود دیگه. یعنی انگار ما در امر معقول نباید بسنده کنیم، سخن ایشون هم همینه، نباید بسنده کنیم به فهم مشترک، چون ممکنه فهم مشترک هم اشتباه باشه. متوجه شدم. بله. آره. و بعد منم تایید میکنم و فکر میکنم که این مشکل رو در واقع دور رو اینطوری میشه حل کرد که ما یک امر پیشا معقول داریم و این میتونه کم کم از طریق استدلال و دفاع از اون کم کم بره به اون ذخیره فهم مشترک. بگیم پیشا فهم مشترک، اینطوری بهتره. یک امر پیشا فهم مشترک داریم که خامه. من میتونم از طریق دفاع از این و با گفتگو و با این، ببینید کسی هم که گفتگو میکنه یک ادعایی رو مطرح میکنه و منتظر شنیدنه، چون ممکن اشتباه کرده باشه یا کامل یا جزئی. بعد این در رفت و برگشت کم کم تبدیل میشه به یک امر مقبول. ممنون، مرسی. خب خانم مهسا شما بفرمایید. بذارید من صدای شما رو بزنم. بچید خودتون. سلام، شب شما بخیر باشه. شبتون بخیر، بفرمایید. من دیر به جمعتون ملحق شدم ولی قبلا یه مطالعه کوچیکی داشتم. یه سوال دارم، البته نمیدونم اصلا ارتباط خیلی زیاد داشته باشه با اون صحبتی که فرمودین. استاد، من یه سوالم هستش که ما بعضا تو قانون یا تو حقوق یه عبارتی داریم میگیم انسان متعارف، خب، و از این اصطلاح استفاده میکنیم. آیا انسان متعارف که مثلا یا میگیم به نحو متعارف، خب، آیا ما وقتی که کلمه متعارف رو به کار میبریم میتونه معادل همون معقول بودن باشه؟ یعنی چیزی که اجتماعی شده بعد توش وجه اخلاقی هست، یعنی یه سری و مسئله اندیشه یا همون المان هایی که گفتید تا که یه معیار قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم با اون موضوعی رو که در حقیقت مسئله‌ای رو که می‌خوایم حل کنیم با اون انسان متعارف با اون معیار بتونیم اون رو در حقیقت مقایسه کنیم و به نتیجه برسیم. بله. سوال من در بله کاملا، خیلی سخن درستی. بله این خیلی مصطلح هست. انگار ما می‌خوایم برای معقولیت هم یک مرجعی رو شبیه عقلانیت در نظر بگیریم، منتها اون رو میگیم اسمش رو میذاریم یک انسان متعارف. ولی اگه بخوام حالا بگیم این انسان متعارف چیه، به نظر میرسه که در نهایت به اینجا میرسیم که یعنی فهم مشترک. یعنی من عقلم به اینجا میرسه. اگر توضیح بهتری دارن دوستان بگم. انگار انسان متعارف یعنی فهم مشترک، یعنی عقل جمعی. یعنی اگر من این ادعای خودم رو به جامعه عرضه بکنم، جامعه این رو میپذیره. خب درسته؟ و بنابراین کاملا سخن درستیه. ولی فقط اضافه کردم به اینه که این انگار کفایت نمیکنه. همونطور که دو تا دوست قبلی هم که سوال پرسیدن، این انگار ما باید علاوه بر این یک یا و ولی دیگه هم اضافه کنیم و اون این که یا یک امر دیگه‌ای که من مثلا گفتم میتونه خیر عمومی باشه، انصاف باشه، ولی نه انصاف به مثابه یک امر اخلاقی، بلکه به مثابه یک معیاری که راهنمایی میکنه، راهنمای عقل ماست، راهنمای عقل فردی ماست، راهنمای عقل منطقی و ریاضیاتی ما، همون دستگاه استنتاجه، اون قواعد استنتاجه که به ما میگه که از الف به اس به جیم است باید رسید به الف جیم است. اما انگار یک راهنمای دیگه‌ای هم ما داریم یا نیاز داریم که اون راهنمای دیگه یک امر انسانیه و به قول شما یک انسان متعارفه و این انسان همون معقولیتی که میگید، همون دو تا المان هایی که تو معقولیت میگید.
متشکرم، مرسی از توضیحتون. دوست دیگری پرسیدن که منظورتون تکیه به عقل نخبه به جای خرد مشترکه. من فکر می‌کنم ادعای قبلی که در واقع خوندیم دو پهلوه. منم برداشت ایشون رو گفتم که یعنی برداشت کردم آقای ناصر که الان پرسیدن، ولی آقای دکتر شما جور که توضیح دادید به عقل پیشین در واقع اشاره کردین. حالا فکر کنم خود جناب آرامش باید بگن که منظورشون کدوم یکی از این هاست. به نظر شما آقای دکتر منظورشون عقل نخبه بوده یا نه؟ آره. چون که این دو تا بحث کاملا متفاوت و جداییه. همینطوره. بله. ببینید این فرق بین حالا این که اون فردی که این رو میگه یک نخبه است یا یک آدم عادیه یا یک خبره است یا یک فرد عادیه در بستگی به گفتمان داره. خب چون ما وقتی که میگیم که عقل جمعی، این خودش یک امر نسبیه دیگه. عقل جمعی یه موقع است من درباره مثلا زندگی روزمره میگم عقل جمعی. خب اون وقت میگم که آقا عقل جمعی میگه که شما اگر پول داری میخوای خونه بخری، سعی کن مثلا در یه جایی بگیری که چه میدونم فرض کن که اگه هم میتونی در خود تهران بگیری هم اطراف تهران، خود تهران بگیر، چون افزایش قیمت در خود تهران بیشتر از اطراف تهران. درسته؟ یک عقل ابزاریه که من این رو اینجا فهم عرفی یعنی مردم کوچه و بازار عادی. ولی وقتی من مثلا در زیست شناسی، عصب شناسی وقتی میگم که این رو عقل جمعی پذیرفته، منظورم جمع عصب شناسانه، منظورم جمع زیست شناسانه. و الا مثلا ما خیلی از آموزه ها، خیلی از اصولی که در این علوم داریم، مثلا عقل کوچه و بازار اصلا اینو نمیفهمن تا چه رسد به اینکه بپذیرن یا نپذیرن. درسته؟ پس این نسبیه، بستگی داره که من در خیلی این بحث معقولیت زمین مبناست، یعنی کانتکست دیپندنت هست. بستگی داره اینکه در چه کانتکستی داریم حرف میزنم. در زندگی عادی حرف میزنم یا در علم دارم حرف میزنم یا در دادگاه. مثلا در دادگاه دوباره یک استاندارد دارم که این با اینا متفاوته. متشکرم، مرسی. سوال بعدی پرسیدن که آیا وقتی میگیم عقلانیت یک امر جمعی است، پس عقلانیت به مثابه یک امر پیشینی و فراانسانی نداریم؟ عقلانیت امر جمعی نیست، معقولیت امر جمعیه. آره، نه سوالشون این بوده که آره نوشتن امر جمعیه، ولی در ادامه اشاره کردن که عقلانیت به مثابه یک امر پیشینی و فراانسانی نداریم. خب با توجه به توضیحاتی که دادید فکر می‌کنم اون عقلانیتی که توضیح دادید در واقع امر پیشینی بوده منظور شما. و اینجوری بگیم عقلانیت انطباق با یک امر پیشینه، با یک منبع پیشینه، یعنی پیش از انسان یا فرا انسان. ولی معقولیت انطباق با یک امر انسانیه، پیش از انسان نیست. آقای توکل بفرمایید. آقای توکل صدای شما هم نیست. بله سلام، وقت شما بخیر آقای دکتر. واسه شما هستم. مخلصم. مرسی، به زحمت افتادید، عالی بود، ممنونم. من جسارتا یک سوال داشتم از حضورتون. شما فرمودید در فرمایش آخرتون که عقلانیت به یک نوعی یک مفهوم یا یک سوژه پیش از انسان هست و بس معقولیت خیلی برمیگرده، حالا من به زبان ساده عرض بکنم، برمیگرده به عرف جامعه و اتفاقاتی که داره میفته به صورت کلی. چه گفت که به یک نوعی برای انسان امروز یا برای در مقام شخصی عقلانیت یک مفهوم جبریه و معقولیت یک مفهوم اختیاری؟ ممنون. خواهش میکنم، خیلی ممنونم. ببینید جبری یا اختیاری بودنش شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه، به جهت اینکه اگر ما بگیم که منظورتون اگر اینه که ناگزیریم از عقلانیت تبعیت کنیم اما از معقولیت نه مختاریم تبعیت بکنیم، نه، به نظر میرسه که هر دو حکم واحد دارن. یعنی ما در هر دو اگر بخواهیم متصف به صفت عقلانیت یا معقولیت باشیم باید تبعیت کنیم دیگه، یعنی یک باید. ولی انگار وقتی که از عقل به معنای اول تبعیت نکنیم، ما به پریشانگو، به آدم غیر منطقی به این معنا متهم میشیم. مثلا من بگم از این که هر کاسبی مالیات میدهد و رضا گربه دارد، نتیجه بگیرم که رضا اهل اصفهان است. شما میگید که احتمالاً شما دچار روان پریشی شدید چون حرفایی که میزنید. اینجا ما نمیگیم سخن معقول، نمیگیم این سخن عقلانی نیست، منطقی نیست، چون از اونها نمیشه این نتیجه گرفت. ولی اگر من یک سخنی بگم و بگم که مثلا نژاد برتر حق سیطره و بهره کشی از دیگران رو دارد، آریایی ها نژاد برترن، پس آریایی ها حق بهره کشی از دیگران رو دارن. خب استدلالم قیاس منطقیه، کاملا به لحاظ منطقی استدلال درستیه. الف ب است، ب چی است؟ پس اگر الف ب باشد
جیم دال است، الف ب است، پس جیم دال است. یعنی به لحاظ سوری منطق حکم تایید رو میزنه، اما مقدماتش رو عقل عرفی ما یا فهم جمعی ما، فهم مشترک انسان ها نمیپذیرد و بنابراین معقول نمیتونه باشه. فقط هم تو به خاطر بحث عقلانی نیست، ببخشید مثال های اخلاقی نیست. مثال بزنم، ببین مثلا پارادوکس زنون یادتونه دیگه که زنون در واقع سعی می‌کرد که با یه پارادوکسی نشون بده که حرکت غیر ممکنه، همون مسابقه لاک‌پشت و خرگوش که اگر شما از فاصله A تا B رو بخواید در واقع طی بکنید، قبل از اینکه به B برسید باید نصفش رو طی کنید، قبل از اون باید نصفش رو، قبل از اون نصفش رو، و چون B نهایت مسیره این هیچ وقت در واقع به مقصد نمیرسه. یک تیر رو اگر شما رها بکنید این هیچ وقت نمیرسه چون B نهایت مسیره و این طی نمی‌کنه. یعنی به لحاظ ریاضیاتی یا به اینجوری بگم به لحاظ نظری حرکت غیر ممکنه طبق این پارادوکس، ولی ما در عمل میدونیم که این ممکنه، یعنی معقول نیست این سخن. گرچه ما محاسبات که کنار هم میذاریم میبینیم که این در واقع یک سخن نیست مطابق با اون قواعدی که اونجا هست. اینها نشون میده که ما انگار علاوه بر عقلانیت نیاز به یک معیار دیگه‌ای هم داریم به نام معقولیت که در جاهای مختلف سر و کله‌اش پیدا میشه. ممنونم آقای دکتر. پرسیدن که دوباره جناب آرامش اگر بین حکم اخلاقی و حکم فهم عرفی تعارض بیفتد باید جانب کدوم رو بگیریم؟ فکر میکنم حالا سوالشون توی حوزه در واقع معقولیته که حالا میگه که اگه حکم اخلاقی و حکم فهم عرفی تعارض بیفته باید چه کاری انجام بدیم؟ ببین این یک نمونه از اون سوالاتی است که میشه بر اساس همین تمایز پاسخ داد. میتونیم پاسخ بدیم که شما از هر کدوم از این دوتا رو بخواید اولاتر بدونید، فهم عرفی یا اخلاق و مسابقه یک دستگاه هنجارگذاری که میخواد تنظیم بکنه رفتار ما رو، مثلا مبتنی بر فضیلت‌های اخلاقی، باید بتونید از اون ایده خودتون دفاع بکنید. اون وقت میشه معقول. خب یعنی مثلا اگر شما بگید اخلاق برتری داره، درسته؟ به فهم عرفی، یعنی اگر یه تعارض شد اخلاق برتری داره، خب باید بتونید از این ایده خودتون دفاع بکنید. یعنی باید معقول بودنش رو نشون بدید. خب یا باید بگید که ما ناگزیریم یکی از اینها رو همینطور شانسی ترجیح بلا مرجح باشه، یا اینکه یکی از اینها رو ترجیح بدیم دیگه و بگید بین اینها اخلاق رو ما باید ترجیح بدیم. باید اگر بخواد این ترجیحتون معقول باشه باید بتونید از این سخن خودتون دفاع بکنید. بله ممنون. و ما دیگر طبق صحبت قبلیتون در واقع گفتید اون بحث معقولیته به اون بستر خیلی اهمیت داره، یعنی ما تو چه بستری هستیم و طبق اون بستر ببینیم که آیا حکم در واقع اون اخلاقی و عرفی وقتی تعارض میفته کدومش رو باید انتخاب کرد. یعنی خیلی شاید کلی نشه از دور یک پاسخ مشخص بدیم، اون موقعیت خیلی مهمه. ببخشید من سوالم مطرح کنم. خیلی عذر می‌خوام. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. ببخشید دکتر، من منظورم این بود که شما فرمودین دو تا رأی داریم. ارسطو میگه که همه انسان‌ها خودشون جدای از جامعه الف ب است و ب جیم است و الف جیم است و میفهمن، اما بعضی میان میگن همین هم یک امر جمعی است. اگر یک امر جمعی باشه دیگه به مثابه یک امر فرا انسانی نمیتونه تلقی بشه دیگه. متوجه شدم. در واقع خانم محمدی پور میگن که بله گفته میشه که خود ارسطو هم اگر میگه دستگاه استنتاجی دارید توی اون سیلوجیزم خودشون، منطق قیاسی خودشون، میگن اون ضرب اول از شکل اول دیگه اون بدیهیه. خب اون بدیهیه، یعنی شما اگر تصور کنید تصدیقش میکنید و هر انسانی که عقل سالم داره به معنای اینو بفهمه که الف ب است ب جیم است پس الف جیم است اونو تایید میکنه. بنابراین یه جورایی انگار ارسطو هم میخواد بگه که این سخن معقوله. خب بله اگر ارسطو در توضیح این بداهت بگه که بدیهیه به این معنا که چون نوع انسان، نوع بشر وقتی که ما این رو میگیم این رو میپذیره و به جمع نسبت بده کاملا با ما همراه میشه، ولی انگار وقتی ما در منطق قدیم از زبان کسی مثل ارسطو یا ارسطویان میشنویم انگار یه جوری در واقع به خود شهود اصالت میدن تا فهم عرفی، یعنی میگن که این حکمش رو ما از طریق دفاع در جامعه و تلاش برای دفاع از اون رو اصلا در نظر نمیگیرن، انگار یک چیزی که منبعش پیش خودمونه. یعنی ما دو تا منبع درونی داریم دیگه، یکیش اینتروسپکشنه برای احکام شخصی، مثلا من گرسنه‌ام، از کجا میگی؟ چون درون نگری میکنم میبینم گرسنه‌ام، درسته؟ و دومی راجع به احکام عینی، از یک نقطه خارج از یک خط یک و فقط یک خط موازی با آن میتوان کشید. خب از کجا میگی؟ دارم شهود میکنم اینو، یعنی وقتی تصور میکنم تصدیق میکنم.
این یه تلقیه که دیگه انگار وابسته به انسان نیست، به این معنا که وابسته به مثلا نوع انسان باشه، نه، انگار فقط شهود یک دریچه‌ای که به انسان‌ها مثل دیدن. خب وقتی مثلا من میگم که این لیوان شفاف بودنش به من بستگی نداره که چشم من فقط شفافیت اینو دریافت می‌کنه. انگار شهود عقلی هم از نظر قدمای ما این شکلی بوده دیگه. حقیقت مستقل از من وجود داره و این ربطی به انسانیت من نداره، به مختصات انسانی من، و شهود فقط دریچه است برای یک جور چشم سوم. انگار من درک میکنم حقایق کلی رو، ولی این چیزی که من میگم این نیست. این چیزی که من میگم در واقع یک امری که تصمیم گیرندش انسان، جامعه انسانیه. انسان‌ها هستن که منبع هستن بر این که از یک نقطه خارج از آیا یک خط میگذره یا نمیگذره. و از چه طریق به این توافق میرسن؟ از طریق دیالوگ، از طریق گفتگو، از طریق تعامل اجتماعی. و تشبیه کردن به تعیین قیمت کالاها. اونجا هم دوباره قیمت کالا، مثلا اگه من میگم این 5000 تومانه، این ویژگیش مستقل از انسان‌ها نیست. انسان‌ها تعیین کردن این 5000 تومان باشه. دقیقاً همین معنا اندکی تفاوت فقط نسبت به موضوع راجع به احکام اصول موضوع و اینها هم در علم و ریاضیات هم میشود این سخن. نظر شما آقای دکتر باید نظر شما با ارسطو مخالفه؟ بله، من با ارسطو مخالفم. من فکر کنم که اینتیوشن مبتنی بر کامن سنس، نه بالعکس. ممنونم. ببخشید اینم بگم، ببینید دوستان، اگر ما بخوایم به گفتگو اصالت بدیم، در نهایت بایستی کامن سنس رو بنیادی تر از اینتیوشن بدیم. یعنی اینتیوشن ما هم در نهایت مبتنی است بر فهم مشترک. بله. متشکرم. خواهش. ممنونم. آقای سلیمی هم دستشون بالاست، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر بیات، حالتون خوبه؟ مخلصم، قربان شما. حال شما خوب است؟ می‌کنم از شما و خانم یاسری عزیز. خواهش می‌کنم. اگر وقت هست من یه 2 دقیقه مزاحمتون بشم، یه توضیح خیلی مختصری راجع به تفاوت بین عقلانیت و معقولیت. بله بفرمایید. صدای من هست؟ بله بله. بله بله بله. جناب آقای دکتر، من فکر می‌کنم اگر تفکر رو 2 بعد در نظر بگیریم، یعنی مثل یه سکه‌ای که 2 رو هست، یعنی دارای 2 بعد در نظر بگیریم، بعد مهارتی و بعد اخلاقی یا فضیلتی. عقلانیت بیشتر میره به سمت بعد مهارتی، مهارت استدلال و پرسشگری و تبیین و خلاصه این چیزایی که حالا شما خوب وارد هستید. معقولیت میره به سمت اینتלקچوال ورچوز، میره به سمت فضیلت‌های اخلاقی. در واقع فضیلت‌های اخلاقی همونطور که مطلعید شامل انصاف هست، همدلی، صداقت و آنستی هست. بنابراین عقلانیت و معقولیت رو ما میتونیم در هر تصمیم گیری اعمال کنیم. مثلا در هدیه دادن خب حالا من این مثال خودش تجربی رو مثال خدمتتون عرض کنم. برای روز معلم من نظرم این بود یا پیشنهادم این بود که کادو بدم، به کتاب بدم کادو برای معلم دخترم، ولی مثلا خانواده نظرشون گل بود. خب گل احساسیه، اما کتاب توش عقلانیت، ماندگارش بیشتره. خب استدلال من این بود که خب کتاب ماندگارش بیشتره، یعنی بود عقلانی داشت، اما اون حالا چون اون بیشتر احساسی فکر می‌کردن و معلمشون هم خانم بود، بیشتر مثلا گل رو پیشنهاد دادن. خب حالا اینجا به نظر من کتاب هدیه دادن جنبه عقلانیت داره، گل که توش احساس مقبولیت داره، یعنی بیشتر حالا یا مثلا در انتخاب رشته، تو انتخاب رشته ما میتونیم هم عقلانیت به کار ببریم هم معقولیت. عقلانی این هست که بریم یک رشته آبونوداری رو انتخاب کنیم، ولی معقولیت بیشتر به علاقه است، یعنی بعد انسانی است. حالا این تفاوت‌های تو هر تصمیم گیری، توی اخراج کارمندا، توی قضاوت درباره اشتباه دیگران، توی مهاجرت، تو هر چیزی شما میتونید هم عقلانیت رو لحاظ کنید هم معقولیت. میتونید ترکیبی از این دو تا همپوشانی هم داشته باشه. حالا من اگه بخوام حالا توی یه دقیقه تفاوت این دو تا رو خدمتتون عرض کنم، عقلانیت به نظر من جهان شمول هست و معقولیت بافت میبره، کانتکست بیسه. عقلانیت رباتیکه، تفکر رباتیکیه، اما معقولیت تفکر انسانیه، روش انعطاف پذیری هست. در حالی که عقلانیت خشکه. به نظر من عقلانیت انتزاعی هست، در حالی که معقولیت عینی تره. و در عقلانیت ما باید استدلال منطقی به کار ببریم، لاجیکال هست، اما در معقولیت باید بیشتر استدلال اخلاقی به کار ببریم. یعنی اون چیزی که حالا چارپولم داره کتابی به نام
استدلال اخلاقی. من نظرم این بود که حالا اگر ما بخوایم تفکر رو دارای دو بعد در نظر بگیریم، مقبولیت میره به سمت بعد اخلاقی و فضیلتی و عقلانیت میره به سمت مهارتی، اسکیل ها. خیلی ممنون. من مزاحمتون شدم. مرسی، ممنونم. سخن شما رو میپذیرم، خیلی تحقیق و توضیحات خوبی بود. راجب تک تک اینها هم نقل قول‌های به ذهنم رسید، یا راجب خیلی از اینها، مثلا راجب اینکه عقلانیت میگید رباتیکه، یه جا راسل میگه که انسان عاقل به معنای همون رشنال که هنوز معقول نشده شبیه یک هیولاست، یک هیولای اندیشنده است. خیلی سخنان تحقیق درستی گفتید و به نظرم چیزم نداشت، یعنی تعارضی با اون چیزی که منم گفتم نداشت، فقط توسعهش دادید. و بعد اینکه فقط من اینکه چرا به اخلاقی بودن نکاهیدم و تقلیلش ندادم، به خاطر اینکه فکر میکنم معقولیت صرفاً درباره اخلاق، احکام اخلاقی نیست و فراتر از اونه. و مثالی که زدم راجع به همون کاسب بودن و مالیات و اینها، خیلی از مواقعیت حتی روش، اینکه من چرا این روش درستیه، در نهایت مبتنی بر فهم عرفی. من فهم عرفی یا گفتگو یا عقل جمعی رو بنیادی تر از همه اینها میدونم، حتی اخلاق. یعنی میخوام بگم که در نهایت ما برای اینکه نشون بدیم این اخلاقیه باید بتونیم دیگری رو لحاظ بکنیم و برای او در واقع این رو اخلاقی بودن این رو نشون بدیم. یعنی یه چیزیه که اجتماعیه و رد و پا در واقع سرکله انسان دیر یا زود پیدا میشه. از این جهت من خواستم در واقع، ولی در این حال تذکر شما و این تکمیلی شما هم خیلی درست بود که ما میتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو که اینتלקچوال ویرچوها رو که گفتید در کنار این عقل عرفی در نظر بگیریم به عنوان خطوط راهنما. اما فقط باز جناب آقای سلیمی عزیز به این توجه کنید، اگر کسی از ما پرسید که چرا این فضیلت‌های فکری فضیلتن، انگار ما باید بتونیم برای عقل عرفی یک استدلال قابل به سخن دوست عزیزمون یک انسان متعارف رو بتونیم قانع بکنیم که اینها فضیلت. یعنی این خیلی بنیاد. ممنونم از شما. و آقای خود فضیلت‌های فکری هم درشون یه مهارتی نهفته است، مثل همدلی خودش خب مهارت هم هست. دقیقاً. خیلی ممنونم از شما آقای سلیمی که خیلی خلاصه مطالب رو برامون گفتین و همچنین از شما آقای دکتر. خب از زمانی که تعیین کرده بودیم و شما در واقع یه روبی که اجازه بدین دوستان سوالشون رو بپرسن میگذره، من درخواست دارم که دوستان سوالاشون رو دیگه از این بعد اگه دارن توی گروه بپرسن، اگه شما موافقید آقای دکتر، اگه فرصت هست که حتما چشم، من با کمال میل گروه رو میبینم و پاسخهایی که به ذهنم برسه عرض میکنم. سپاسگزارم. اگر بعدها فرصتی شد ما راجع به انواع معنای عقل میتونیم گفتگو کنیم، میتونه مکمل باشه. عقل در جامعه شناسی، در روانشناسی، در اقتصاد رفتاری، در منطق، در عرفان، در فلسفه قاره‌ای، در فلسفه تحلیلی، در فلسفه اسلامی، همه اینها عقل معناش متفاوته. به نظرم یک تکمله برای این بحث میتونه انواع معنای عقل باشه. خیلی سپاسگزارم از شما. خیلی ممنونم، متشکرم، خیلی لطف کردین. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتین و وقت گذاشتین برامون و انقدر با دقت برامون توضیح دادین. من خواستم این سوال آخر می‌پرسم، ولی توی گروه اگر امکانش هست دوستانی که حالا دوست دارن درباره عقلانیت و معقولیت بیشتر بدونن، اگر حالا کتابی هست یا جایی میتونیم شروع بکنیم، ممنون میشم که شما برامون ارسال کنید یا بگید الان اگر فرصتش رو دارید. بله، یه مجله ارقنون شماره 15 راجع به عقلانیت، به نظرم مقالات خیلی خوبی توش هست. کتاب‌های دیگه‌ای هم هست که پراکنده ما میتونیم، من در واقع مباحثی که گفتم رو اگر بخوام برای هر کدوم جداگانه منبعی معرفی کنم، یه مقاله‌ای هست میذارم توی گروه تحت هم عنوان عقلانیت و معرفت، یعنی رشنالیتی اند ریزنبلنس، که من تا جایی هم ترجمهش کردم، اگه پیدا کردم ترجمهش هم میذارم برای دوستان اگر مایل باشن. خیلی وقت پیش که در واقع در فلسفه حقوق این رو گفته و خیلی از این نکات که گفتم برگرفته از اون مقاله هست و جاهای دیگه هم. این کتاب قضاوت انسانی هم که نشر دوستان منتشر کرده، یه بخشی از صحبت‌ها هم میتونه از این، یعنی تکمیل مال ویلکاکس هست، جان ویلکاکس، که میتونید از این کتاب هم استفاده بکنید. به خصوص بین منابعی که ترجمه شده تا جایی که من اطلاع دارم این منبع خوبیه برای مقایسه دو تا در واقع معنا از عقلانیت یا دو تا تفسیر از عقلانیت فرگشتی.
که توی فصل‌های انتهایی این کتاب توش میشه پیدا کرد. ممنونم، مرسی. من معرفی می‌کنم توی گروه چون الان دیگه ممنون، متشکرم. یه کتابم هست، منم اون کتابو میفرستم توی گروه برای دوستان، کتاب عقل و عقلانیت از الستر که کتاب خیلی خوبی بود، من خوندمش و اومده با درباره عقل توضیح داده، درباره عقلانیت توضیح داده و بعد اشاره کرده اتفاقا به محدودیت‌های عقلانیت که فکر می‌کنم خیلی برای بحث امشبمون کتاب جذاب و خوبی با مثال‌های خیلی جذابی که خودمون روزمره درگیرشون هستیم. حالا من این ارسال می‌کنم. شما همینطور آقای دکتر ممنونم ازتون، لطف کردین، محبت کردین، همچنین از همه دوستان و عزیزان که وقتشون رو در اختیار ما گذاشتن. امیدوارم که لذت برده باشین. شبتون بخیر باشه. شب همگی بخیر. ممنون از همه دوستان. شبتون بخیر.